همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویا. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویا. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان مردی که از تیری عدو دارد جراحت‌ها، ولی چشمان گریانش نمیبینم وطنداریست. پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش، همان جمع پریشانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری، 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 وطنداری. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه علم سرزمین کنید، شکرانه علم دولت کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. اگر فکری وطن در سر نباشد، سر چی کار آید؟
دل خالی زیر ارمانش نمیبینم وطنداریست. فدایی را شکایت هجو از باریگرانش نیست، زی عمری خود پشیمانش نمیبینم وطنداریست. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست. رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم، رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم. همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست. دکبری سال 1948 اعلامیه حقوق انسان در سیومی شورای سازمان ملل متحد به امضا رسید و امروز رسا 70 سالگی این اعلامیه حقوق انسان جشن گرفته می شود و ما نیز تصمیم گرفتیم که در این روز در نزد سفارتخانه تاجیکستان به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و گروگانان سیاسی در نزد این سفارت جمع بیاییم و بخشیده به 70 سالگی اعلامیه حقوق انسان ما امروز گردهمایی خود را آغاز می نماییم. دوم مارس سال 1992 بعد از آوردن استقلالیت تاجیکستان این سازشنامه سازمان ملل متحد را به امضا رساند و اعضای سازمان ملل متحد شد. تاجیکستان عهده‌دار است که تمام سندهای حقوقی بین المللی را که از طرف تاجیکستان قبول کرده شده که هستند رعایت و حفظ نماید. سندهای حقوقی بین المللی قوه عالی حقوقی داشته در صورت قانونهای تاجیکستان به این سندهای حقوقی مخالفت کردنشان قوه قانونی ندارند. ما امروز از پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان، شکنجه، ظلم و استبداد، بیدادگری و منع فعالیت سیاسی در تاجیکستان، زندان نمودن با دلیل‌های سیاسی در تاجیکستان دیده می شود و تاجیکستان تمام سندهای حقوقی بین المللی جز کرده است و حقوق انسان را در جای اول قرار نمی‌دهد. حقوق انسان برای حکومت امام علی رحمانوف هیچ ارزش عالی ندارند، گرچنده که ما از این استای بین المللی استفاده میبریم و از این استای بین المللی برای پیشرفت
رشد دموکراتیا در تاجیکستان مبلغ میستانیم، ولی این مبلغ ها همه برای سرکوب کردن مخالفین و کشتن مخالفین مصرف کرده می شود و حکومت های اروپا، کشورهایی که برای تاجیکستان مبلغ گذاری میکنند برای رشد دموکراتیا باید اندیشه کنند که پول آنها، مبلغ آنها به کجا صرف می شود. آیا برای حمایت حقوق انسان یا اینکه برای قتل جامعه شهروندی و فعالان سیاسی برای آنها روانه کرده می شود. و کشورهای اروپایی باید در این زمینه اندیشه کنند و به این خاطر ما از سفارت تاجیکستان از محترم سفیر دعوت میکنیم که نزد شهروندان خودشان که در این جا حضور دارند بیایند. سفیر خدمتگاری مردم است، نه خدمتگاری خاندان امام علی رحمانو. ما شهروندان تاجیکستان از سفیر و نمایندگان سفارت تاجیکستان دعوت به عمل میاریم که نزد شهروندان خودشان نترسیده برایند و صدای شهروندان خودشان را شنوند و ظلم استبداد را از بالای شهروندان خود بردارند و زندانیان سیاسی را به یگان شرط و شرایط آزاد نمایند. ما از سفیر باز اگر گوشهای کری آنها نشنود دعوت میکنیم، اگر چشمان کور آنها ما را نبینند ما از آنها دعوت میکنیم که بیایند. و اگر شما کور هستید، کر هستید، ترسو هستید و اگر خدمتگاری یک خانواده هستید پس خودتان را در سفارت قلف اندازید. و زندانیان سیاسی تاجیکستان و محمد علی حید و سعیدوف و محمد روزی اسکندرов
بگذاریم و سخن دادن. در اینجا خیلی نفرها جمع آمدن، هر یکی این جوان مردها، هر یکی این شیر مردها دردی دل دارند، میخواهند در دلشان را به این پایان دارند. هر یکی این نفرانی که در اینجا آمدند گفتنی دارند، صدایی دارند، صدایی دارند که صدای اینها گوشت ظالم را، گوشت خائنی و امام علی رحمان را می‌دراند. صدای اینها درد دل آنها، صدای آنها درد دل هر یک زندانی تاجیکستان است. صدای این شخصیت‌ها، صدای این جوانمردانی که اطراف این آمدند، صدای خواهرانی که در اینجا جمع آمدند، صدای این گوش ظالم را می‌دراند، گوش خائن را می‌دراند، گوش آنها می‌دراند که پدران اینها را، برادران اینها را، برادران ما را بیگناه زندان کردند، بیگناه پشت پنجره کردند. گوش آنها را می‌دراند و آنها می‌ترسند. امروز آنها خودشان را در سفارت نگاه می‌دارند، قلف کردند، در کردند، در چیدند. نمی‌توانند پیش شهروندان خود، پیش آنهایی که پدرانشان را زندان کردند، پیش آنهایی که پدرانشان را کشتند والید شوند. نمی‌توانند، چون دستشان پولی خون است، کارشان افلاس است. و این خاطر نمی‌توانند هیچ یکی از آنها جرأت ندارد، هیچ یک نفر آنها در برابری هر یک صدای ما جرأت ندارد. و این خاطر اینا هر یک آنها آمدن امروز سخن گویند، درد دلشان را گویند، درد دارند و دردشان را خواهند گفت. و فعلا بعد سخن نوبتی را و تشکیل کننده این گردهمایی و کمیته شهروندی نجات و نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان محترم بابا سپار می‌دهم. مرحمت برادری عزیز، سخن نوبتی به شما. به نام خدایی بخشنده مهربان، سلام و درود بر برادران و خواهران عزیز، همدیاران گرامی و پیوندان و نزدیکان زندانیان سیاسی و همچنین صدای درود و سلام من بر آنهایی که صدای مرا میشنوند و درود و رحمت و سلام بر زندانیان مظلوم سیاسی که امیدوارم پیام ما به ایشان خواهد رسید. برادران عزیز، چقدر که دان میدانیم امروز 10 دکبر اعلامیه حقوق بشر 70 سال قبل امضا شده بود و امروز هم دارد 70مین سالگردش هست. به همین خاطر کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تصمیم گرفته برای آزادی، برای طلب کردن قاطعانه از رژیم جمهوری تاجیکستان طلب کردن تصمیم گرفت که یک تظاهرات را در شهر برلین آلمان به راه بگذارد و از حکومت قاطعانه طلب کند که همه زندانیان سیاسی، بار دیگر میگویم همه زندانیان سیاسی آزاد کرده شوند. بخصوص که 6 ماه قبل سازمان ملل متحد قرار قبول کرد و از تاجیکستان طلب کرد که با پرداخت جبران 3 نفر از زندانیان سیاسی، رئیس حزب تاجیکستان نو و رئیس سازمان تعاون برای احیای تاجیکستان مقصود ابراهیموف و ادوکات و وکیل مردم بزرگمهر یاروف باید به یگان قید و شرط آزاد کرده شود. ما امروز از اینجا طلب میکنیم که از حکومت تاجیکستان همه زندانیان آزاد کرده شود. آزادی بر زندانیان سیاسی، آزادی، 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 آزادی. و همچنین ما طلب میکنیم که
رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرov و بلاگری جوان تاجیک احسان آدینه که مدت قریب 4 سال می شود تقدیرش روشن نیست. از تاجیکستان درخواست میکنم که آشکار بگویند که چی بلای سر این جوان آوردن که تا امروز تقدیرش روشن نیست. آزادی بر زندانیان سیاسی. آزادی 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 آزادی. و این قاطعانه طلب میکنیم از حکومت تاجیکستان که ربودن آزادی خواهان و آنانی که در دیگر کشورها هستند از ربودن آنها دست کشند. یک هفته قبل سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوق نعیم سلیوف از کشور روسیه دزدیده شد و به تاجیکستان برده شد. خیلی که ما آگاه هستیم امروزها با بالای این شخصیت شکنجه میکنند و ما امروز خبر رسید که دیروز هم کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان نعیم سلیوف را به دفتر حزب نهضت برده و از او فیلمبرداری میکنند و او را مجبور میکنند که گناههای ناکرده را اعتراف کند. ما از اینجا طلب میکنیم که بس است جبر و ظلم، بس است جبر و ستم، بس. و این چنین بعضی از برادران و خواهران وقتی که ما اعلام کردیم که سازمان ملل متحد 3 شهروند تاجیکستان که در زندان آنها را طلب کرده است که از آزادی برایند، بعضی از برادران و خواهران و دوستان ما خیال کردند که ما تنها 3 نفر را طلب میکنیم. نه برادران و خواهران عزیز، ما از حکومت تاجیکستان بار دیگر میگویم که قاطعانه طلب میکنیم که به همه زندانیان سیاسی آزادی بدهد. آزادی به همه زندانیان سیاسی. آزادی 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 آزادی. و همچنین از همه برادران که امروز انبوه مردم را میبینم و راستی من باور نداشتم تا این حد که انبوه مردم در اینجا جمع شود و حسابشان حد و کنار ندارند. از کشورهای لیتوا، از فرانسه، از استریا، از بلژیم، از هلندیا و از دیگر کشورهای اطراف اروپا قدم رد کردن. اظهار تشکر میکنم که درخواست ما را قبول کردند. ما برادران عزیز در شما کمیته شهروندی و نجات گروگانان زندانیان سیاسی در تاجیکستان ما همه عهد کردیم و شما قول میدهیم که تا زمان یک زندانی سیاسی در تاجیکستان است و رنج و اذیت بکشد ما آرام نخواهیم بود. ما صدای شما و صدای همه زندانیان سیاسی را به تمام جهان خواهیم رسانید و از همه سازمان‌های بین المللی حقوق بشر و از همه کشورهای آزاد و دموکراتی طلب میکنیم که دیگر اون مبلغ‌هایی که به کشور تاجیکستان میدهند و کشور تاجیکستان آن را سرکوب کردن آزاد اندیشان و حقوق شناسان و مردم دموکرات صرف میکنند از این خودداری کنند و از حکومت تاجیکستان طلب کنند که زندانیان سیاسی ما و همه مظلوم ما و همه زندانیان مظلوم آزاد گردند. در آخر بار دیگر تشکر از همه برادران و خواهران و نزدیکان و فرزندان و پیوندان زندانیان سیاسی. تشکر برادران عزیز. از جناب آقای ستار تشکر میگویم برای سخنهای پردردشان از دفاع از زندانیان سیاسی، از شخصانی که بیگناه در کنج زندان در زیر علت کوبی این رژیم عمر به سر میبرند، در بدترین شرایط در زیر ظلم ستمی رحمانوف به سر میبرند. برای همه تلاش‌هایتان، برای همه زحمت‌هایتان، برای همه کوشش‌هایتان به شما تشکر میگویم. به زندانیان سیاسی به محمد روزی اسکندرov و محمد علی عید
سخن نوبتی را در اینجا برادری ما از شهری لیتوا آمدند و رهبری اساتید مهاجران آسیای مرکزی ایلهام جان یعقوبوف میگیم و مرحمت ایلهام جان یعقوبوف سخن نوبتی به شما. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم. سلام علیکم برادران عزیز، خواهران گرامی و تماشابینان. واقعا در این طول بیش از 1000 ساله تاجیک، این حکومت تاجیکستان یکی از حکومت ظالمترین، فاسدترین و بدترین در تاریخ ثبت خواهد شد. اگرچه ملت تاجیک پس از سالهای زیاد به استقلالیت رسیده است، ولی این حکومت امروزه حکومت است که به استقلالیت مخالف بود و از نسلی است که نسل استعمار زده است. در تاجیکستان ما امروز هزار محبوسان سیاسی در زندان ها موجود است که در یگان عهد، در یگان تاریخ تاجیکستان اینقدر زندانیان سیاسی وجود نداشت. حتی در عهد کمونیستان شوروی هم تاجیکان اینقدر محبوسان سیاسی نداشت. این حکومت از جلادان بخارا هم بهتر است. اگر صدرالدین عینی را حکومت جلادان بخارا برای اعتراضش که برای اصلاحات، برای معارف، برای علم استاد صدرالدین عینی اعتراض کرده بود، 75 دره زدن، ولی این حکومت اعتراضگران و اصلاحاتگران، آزاد اندیشان تاجیک را با بهترین شیوه شکنجه می‌کند. حکومت سالم، حکومت موفق برای آزادی و عدالت و برادری و یکدیگر فهمی و ارزش‌های انسانی نیاز دارد. ولی حکومت ما به شکنجه کردن مردم خود، به غارت کردن مردم خود و قتل رساندن مردم خود نیاز دارد. اگر حکومت‌های موفق، حکومت سالم یک فرد شکسته را دستگیری کند، یک فرد شکسته را دستگیری کند و به او کمک رساند که تا موفق شود، حکومت بیماری ما، حکومت غارتگری ما فرد موفق را جنگ میکند با فرد موفق تا شکست دهد. در تاجیکستان ما یگان فرد موفق را نمی‌یابیم. فردهای موفق یا در زندان هستند، یا در هجرت هستند، یا کشته شدند. سعید سیدوف یکی از فردهای موفق بود، صاحبکار موفق بود، تاجر موفق بود، وزیر موفق بود، ولی با او جنگ کردند، شکست دادند، با او را زندان کردند. خدا رحمت کند عمر علی قوتوف یک صاحبکار موفق بود، یک انسان موفق بود، او را کشتند در خارج از تاجیکستان. خدا رحمت کند، او یک شهید است، او یک فرد موفق بود که او را کشتند. محمد علی عید یک نابغه است، یک انسان نابغه بود، یک سیاستمدار ورزیده بود، یک فرد موفق بود، او را زندان کردند. بزرگمهر یاروف وکیل مدافع یک فرد موفق بود، او را هم زندان کردند. اون فردهای موفق ما در زندان هستند یا کشته شدند یا در هجرت هستند. ما از تمام سازمان های بین الملل، از جامعه جهانی طلب داریم که زندانیان سیاسی در تاجیکستان آزاد شود. ما از جامعه بین الملل خواهش داریم و طلب داریم که آن مبلغ هایی که به تاجیکستان داده می شود آنها را ندهند، زیرا مبلغ آنها برای سرکوبی ملت، کشتن ملت و قتل کردن ملت صرف می شود.
برادران عزیز، از همه شما تشکر میکنم و الان نفرانی که از کشورهای دور آمدن بار دیگر از نام کمیته شهروندی تشکر خود را هم میرسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر جهانجان یعقوب برای دفاعتان، برای دفاعتان که در اینجا بی‌طرف نبودید و از هزارها کیلومتر برای حرفتان را گفتن، برای صدایتان را بلند کردن آمدید. برای همه اینها تشکر میگویم برایتان، برای جوانمردی، برای هر یکی شما که امروز آمدید. جوانمردانه بی‌طرف نبودید، آمدید در اینجا صدا بلند دارید. ما آمدید امروز بی‌طرف نیستید، امروز با هم آمدید. دلتان قرارهای سوخت، دلتان به بی‌عدالتی های رهبر بالای زندانیان سیاسی تاجیکستان، بالای مردم تاجیکستان سوخت. آمدید. برای هر یکی شما من تشکر میگویم. در تاریخ ثبت خواهد شد همیشه گروه خود تقدیر دولت ها را عوض میکنند، با راه پیشرفت میبرند، با راه ثبات میبرند. ما امروز گروه خود و گروه میلان ها تقدیر خواهیم یافت. من به اینجا عکس ها را میبینم. عکس این جوان را نگارید. این احسان آدینایف است. من سال 2012 با این جوان در مسکو بخوردم، با این جوانی که تنها داد دیده است، ظلم دیده است، عذاب دیده است، از رژیم رحمانوف گریخته به مسکو آمده بود. با مادرش، با برادرش برای کار کردن، برای روزی زندگیشو پیش بردن و دلش برای هموطنانش سوخت، دلش برای همسنگرانش سوخت، دلش برای این ملت شریف سوخت. بله، این بیچاره جوان را و این جوان رحم نکرد. رژیمی که 27 سال است با کشتار مشغول است، با تراری مردم مشغول است و این جوان رحم نکرد. این جوان من در مقایسه این جوان 80 دلار رو میدم. ریش های سبزه این را ببینید، چشمان نورانی این را ببینید. اگر دلتان سنگ باشد آب بشود در ریش های سفید، در چشمانی، در روی نورانی این شخص دلتان آب بشود. ولی تنها رژیم خونخوار، تنها رژیم ظالم بتواند با این شخص رحم نکند. تنها رژیم بی‌عدالت و خاطر کشته شده و خاطر باقی ماندن رژیم و فرزندانش با این سفید رحم نمیکند. نه به پیر، نه به جوان، نه به کسی رحم ندارد. رژیم خونخوار است، رژیم با خون آمده سر قدرت. هیچ مردمی شریف تاجیکستان باید فراموش نکند اشکهای مادران، خونهایی که صدها هزار رحمانوف خونی ما را ریزان فراموش نکند. این اول کنجره و این اول کسی که فقط باطل عدالت، این اول کسی که فقط دینی حقیقت و خواهد جانی سیاسی حمایت کرد. این را زندانی کردن فرزندانی مقتدر است. زنی مستشاری ها را دوست مستدینی شوهری خود است. پدری فرزندانی میخواهد که در آغوش پدرشان باشد، فرزندانی میخواهد که پدرشان آغوش گیرد. از مهر محبت پدرم این رژیم کودکان را محروم ساخته و مثل صدها آدمهای دیگر صدها
ها انسان های دیگر و همه اینها فرزند دارند، همه اینها نوه ندارند، همه اینها میخوان در نزدیک فرزند دارند. ولی رژیم رحمان تنها خاطر است این محبت کودکان را، این محبت انسانیت را جزده به خاطر قدرت، به خاطر ماندن باقی در سری حکومت. تنها این رژیم خاطر است به همه قتل و کشتار، به همه بدازگری، به همه ستم، به همه کشتار. تنها رژیم امام رحمان قادر است، چون این رژیم در دنیا وجود ندارد. این عمرال قوت است، این عمرال قوت است. شما این را ببینید در نزد فرزندانش، در نزد کودکانش، هیچ قاتل در نزدش در فرزند انسان را نمیشه. تنها رژیم رحمان میتواند کشد در نزد کودکان، در نزد در فرزندان. تنها رژیم رحمان میتواند درد کرد. تنها رژیم رحمان با این قدر است. تنها رحمان است و خانواده رحمان است و سیموم یتیم و همه سارهیم زاده. اینها نزگذاران ها میتوانند به قتل کشتاری اینها دست زنند. تنها اینها هستند این محمد علی اتفاق این است. شخص دانشمند، شخصی که سالها برای عدالت تلاش کرده است، در زمانی میشود تماس کن این بیچاره رو به اذیت محکوم کرده. تنها با این همه ظلم، تنها با این همه بیدادگری، تنها با این همه امام علی رحمان رو قادر است و محبوسان سیاسی تاجیکستان با این همه آنهایی که منتظر آزادیت است، با این همه جوانمردها، با این همه محبوسان سیاسی تاجیک و بزرگوار آزادی سخن نامتی را و زندانی سیاسی که از رژیم رحمان و بالاخره تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی و جامعه شهروندی بیرون آمد. برادر بزرگ مهریارو کارمندی سازمانی خمینی رئیس ویژن فوندیشن که در حال انتقال گرفته شده است و تلاش میکند برای زندانیان سیاسی تاجیکستان و سخن نوبتی را به این جوانمرد میدهم، به این شخص میدهم که جوانمردانه توانست با همه زور، با همه آنه که میدید برادرش را محکم کرده، ولی تا آخر، تا دمی که خودش در زندان میشه، خودش آن دردها را دید، آن دردهایی که محبوسان سیاسی بیگناه بودند چند بار با این همه دردها در کنج محبس، در کنج زندان بود و خوشبختانه امروز در حال ما قرار دارد. من به این جوانمرد میگم که امروز به همه ظلمی که بالای فرزندانش قرار دارد، بالای زن و فرزندش قرار دارد و بازم در پهلوی ما است، باز هم به ضد رژیم دیکتاتوری امام علی رحمان رو مبارزه میبرد و دفاع میکند تا نفس آخری، تا جایی که میتواند. با این جوانمرد من احسن آفرین میگویم. خدا کند همه جوانمردها، همه مردم تاجیکستان و مثل این جوانمردها و مثل بزرگمهریارو و این جوانمرد توانایی در مقابل همه ظلم ایستادگری کرده تواند. مرحمت برادری عزیزم جمشید یارو سخن نوبتی باشو.
تشکر زیاد برای سخن دادن با من. یکم من همین را گفتنی هستم که از شما به نهایت متشکرم دوستان عزیز. آزادی من محض در نتیجه شیشه و تلاش‌های شما بود. اما امید دارم که انا همین گونه تظاهرات انا همین گونه دعوت‌ها از حکومت جمهوری تاجیکستان انشاءالله به روز میرساند که تمام محبوسان سیاسی تاجیکستان آزاد کرده میشوند. اکنون اجازت فرمایید که از نام تشکیلات بین خلقی خودمان من سخن را با زبان روسی رسانم و تا اینکه رسانه‌های خارجی و روسی زبان باید دیت‌های ما در اینجا جمع شدنمون درک گیرد. Я представляю Международную правозащитную организацию Human Rights Vision Foundation. Я сейчас выступаю от его имени. Мы выражаем солидарность с народом Таджикистана, который собрался здесь напротив посольства Таджикистана в Германии и требует от правительства Таджикистана соблюдения всех тех обязательств, которые она взяла на себя. Подписав всеобщую декларацию прав человека и документы, соответствующие этому, подписав конвенцию против пыток, подписав международную конвенцию по защите прав ребенка, по защите прав детей, а также другие документы, которые обязывают Таджикистан соблюдать права человека во всех его сферах, Таджикистан должен отвечать за те несоблюдения закона, за те обязательства, которые он на себя взял. В данное время мы видим, что какое большое количество политзаключенных, которые вырастают с каждым годом, увеличивает их число, происходит такая ситуация в Таджикистане. Таджикистан должен ответить перед Комитетом ООН по правам человека. Мы знаем, что Комитет ООН по правам человека дал свою резолюцию на освобождение Зайда Саидова и Мухаммада Али Хаита, рассмотрев их дела. И дал 6-месячный срок на освобождение без каких-либо условий. Данное требование комитета правительством Таджикистана вообще не рассмотрено и никакого ответа нет. Это является грубейшим нарушением и плевком в сторону международных правовых обязательств, признанных Таджикистаном. Таджикистан должен ответить за те количество судебных дел, сфабрикованных в отношении политзаключенных, в отношении всех тех, кто не согласен с режимом, кто критикует власти, кто критикует существующий режим. Таджикистан должен ответить за ситуацию, произошедшую в колонии 3 в городе Худжанда, Таджикистана, за смерть большого количества людей и ранения большого количества осужденных. Почему Таджикистан до сих пор не реагирует на эти требования, законные требования международного сообщества, для нас является непонятным. И поэтому мы выражаем свою солидарность с тем, чтобы активисты таджикские собрались и требуют свои права. Озоди, потому мы с Нидоньони Тёчи Таджикистан. تشکر برادر جمشید یوروف برای سخنهای واقعی و مشکلات تاجیکستان را درک کردنتان در اینجا و من مدتی چند دقیقه اشاره کردم که در از این بینا بعضی ها ترسوها، بعضی ها ناخلفان، بعضی آنهایی که میترسند بعضی شهروندان خودشان تاریخ شوند و از هر که ویدیو آنها را شنوند مشکلات آنها را ببینند و راه حل مشکلات را پیدا کنند آنها تحصیل کنند و مثل ترسوها، ترساکتها و مثل آنهایی که از هر یک صدای مردم، از هر یک صدای شهرمردم و جوانمردها و خواهران بزرگواری ما می‌ترسند و به این خاطر آنها در پشت این بیناها در پشت این خانه‌ها و جا شدند و ما را دارند پنهانی ثبت می‌کنند. شرمتان باد، شرمتان باد، رحمان و فهم به مثل شما است. گفتم هزار
و شما و رهبانان. فعلا من سخن نوبتی را و عضو شورای ایمان ملی تاجیکستان محمد سعید ریزایی میدهم. مرحمت استاد، میدانم که دلتان بیشتر از همه درد دارد. میدانم که آن مشکلاتی که دوستان شما، همسنگران شما که سالها در پهلویشان بودید، سالها به آنها بودید، بله دلتان برای آنها میسوزد، دلتان درد میکند. برایتان میدانم خیلی سنگ است، سنگین است و میدانم که بیشار میخواهید سخن کنید. مرحمت سخن نوبتی به شما صادق. به نام خدای بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، خواهران و برادران محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینچنین هموطنانی عزیزم، ملتی شرفمندم در داخل کشور و بیرون از آن، حضور یک و یک شما میرسانم که من امروز خود را خیلی خرسند حس میکنم که در جمعی از آزاداندیشان، آزادیخواهان، کسانی که دلشان برای ملت، برای کشور، برای هموطنانی که مظلوم هستند، با تهمت گرفتار شده‌اند، در این روزی بین المللی حقوق بشر گرد هم آمدند و همدردی خود را و دلسوزی خود را به کشور و ملت و هموطنان خود تقدیم دارند، نشان می‌دهند. و من خیلی از اینکه در بین اونها قرار دارم خود را خوشحال احساس میکنم و از خداوند تبارک و تعالی میخواهم که مظلومین، محبوسین و کسانی که با تهمت گرفتار شده‌اند اونها را هرچه سریعتر از ظلم ظالمان رهایی بخشد، کشور ما را آرامی، استقرار، مردم ما را در فضای آزادی و در فضای دموکراسی زندگی کردن را، جوانها را با اون طموحات و آرزوهایی که دارند زندگی کردن را نصیب بگرداند. دوستان عزیز، در اینجا میخواهم یک دو چیزی را، دو نکته را اشاره کنم و یک توصیه را هم تقدیم هموطنان عزیزم ابراز بدارم. نکته اولی که میخواهم به اون اشاره کنم، باید بگویم که رژیم حاکم در کشور ما با سرپرستی امام علی رحمانو یک رژیم ترسو و بسیار خوف و هراسدار است و این نشانه هر یک رژیم دیکتاتور است که حتی از سایه خود، از جانشین خودش که میخواهد بعدش بیاد، از اون خوف کند. و این را میتوانم من با دلیل اثبات کنم و این هم همانا برادرهای ما، هموطنهای ما اگر در یاد داشته باشند، هم در همایشی که به خاطر روز وحدت در دورتموند جمهوری آلمان سال 2017 برگزار شد و در هم یک گردها و نشانه‌های نسبت گفت و شنید برای مشکلات تاجیکستان و این را همچون احیای یک ائتلاف نو
و سر قدرت آمدن نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون تهدید برای کشور تاجیکستان قلمداد کرد و گفت شکل گرفتن مخالفین در خارج از کشور با رهبری یا که با سرداری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در واقع یک خطر برای امنیت کشور است. اما نگفت که خطر برای امنیت کشور نه، برای بهبودی کشور است و خطر برای دیکتاتور یا اینکه برای حاکمان مستبد است. پس فهمیده می شود که باید ما و شما بدانیم که حکومت تاجیکستان و اون کسانی که امروز در کار در مقامات قدرتی تاجیکستان هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه عزیزان، خصوصا عزیزانی که جمع شده اند در برابر سفارت تاجیکستان در برلین آلمان. خسته نباشید بگم. ما همه با شما هستیم، همصدا هستیم با شما. درخواست های ما و شما کاملا درخواست های برحق هست. آزادی برای زندانیان سیاسی تاجیکستان و خصوص اکای زاهد سعیدوف، اکای محمد علی بزرگمهر داروف و دیگر زندانیان سیاسی. این درخواست های کاملا برحق است. همه ما با شما هستیم، همصدا هستیم. هر کسی که درخواست کنندگان این طلب ها را تروریست بداند خودش تروریست است. زیرا سازمان ملل هم درخواست کرده بود این عزیزان آزاد شوند. ما با شما هستیم عزیزان. خدا قوت. مردم آرای خود را گفته نمیتونند. یک مسلمان آزاد به مسجد رفته نمیتواند. یک خواهری که میخواهد روسری داشته باشد در راه خوف دارد. یک انسان، یک مردی که میخواهد ریش بماند خوف دارد در راه رفتن. یک تاجری که اون کامیاب شده است و کم بهبودی در اقتصادی او شده است آزاد نمیتواند تجارت کالای خود را فعالیت خود را انجام بدهد. یک روزنامه‌نگار، یک ادیب، یک حقوق‌شناس، حتی محبوسینی که در حبس‌ها هستند آزاد نیستند. امروز ببینید بیش از 2 میلیون مردم ما بیرون از کشور به سر میبرند برای دریافت برای دریافت روزی از زن، فرزند، مادر، از پسر، از نزدیکان جدا هستند. با همه مشکلات بالای همونها هست. در وقتی برآمدن از تاجیکستان و برگشتن به کشور در آمدن، همه اینها با کروپسیا، با ستاندن پول، رشوه در عذاب و مشقت هستند. قریب 5 میلیون شهروند تاجیکستان امروز در کشورهای دیگر درخواست دادند، درخواستی شهروندی پیدا کردن شهروندی و بیرون شدن از تاجیکستان را دارند. و اکثریت آنها، جای تأسفش این است که بیشتری آنها ادیب‌ها هستند، حقوق‌شناس‌ها هستند، متخصصین هستند که برای کشور ما اونها از باد و هوا کردن ضرورت دارند. دکتر هستند، طبیب هستند، مهندس هستند. همه اینها قریب 5 میلیون نفر درخواست دادند تا اینکه شهروندی دیگر کشورها را به دست بیارند. هموطنان عزیز، من گفتم که حتی در کشور ما محبوسین که برای اونها جزا معین شده است در حبسخانه ها آزاد نیستند. ببینید بیش از 50 نفر در یک محبس کشته می شود و تا امروز خیش تبار و نزدیکان اونها نمیدونند ما تقسیم کار میرم آیا اونها پرانده شدن یا سوزانده شدن یا اینکه در اون گراب ها، در اون تابوت هایی که در اون جا کردن اونها واقعا جای دارن یا ندارن. پس این از این کرده ظلم، از این کرده
کشور وجود دارد. این نقطه دوم بود که من با اون اشاره کردم. حالا من از همه برادرانی که اینجا که هم اومدن تشکر میکنم و هر کسی که ما را امروز در خط اینترنت همراهی دارد و برای ما تبریک. خب هموطنان عزیز، این ما از داخل همین تظاهرات دیگه در حال برگزاری در حاشیه این تظاهرات از یکی از شرکت کننده ها می‌خواهیم صحبت کنیم و نظرش رو در این باره بگیم. خب تا امروز تا آغاز چگونه گذشته تظاهرات راستون اوضاعی که بود یگان ناآرامی یگان چیزی در این تظاهرات مورد سوال. سلام علیکم هموطنان گرامی. الحمدلله مردم با یک روحیه بلند، با یک روحیه وطن‌دوستی برای آزادی ملت در نزد سفارت جمهوری ترکستان در شهر برلین جمع آمدند و الحمدلله یگان مشکلی نیست، همه آرام است. مردم با یک روحیه بلند، خیلی که گفتن که فشارها بالای مردم است، هیچ کس در اینجا اشتراک نمی‌کند. شما مشاهده کردید که خیلی مردم زیاد در اینجا اشتراک کردند با روحیه بلند در تندرستی. الحمدلله به مشکلی تظاهرات ما را طی شد. شما چی اثری خواهد داشت این تظاهرات؟ چی انتظار دارید؟ چی از این تظاهرات تاثیر خواهد داشت یا نه؟ چند کلمه ان شاء الله امید دارم که این تظاهراتی که در اینجا ظاهر گشت مردم با یک روحیه بلند ان شاء الله در آینده مردم با زیادتر می‌شود. این تاثیر هم به داخل کشور ان شاء الله که می‌رساند. خوب هموطنان عزیز، ما باز در خدمت دیگر گفتگو خواهیم داشت و با شما حتما شما رو در جریان خواهیم داشت. محمد برای همه ادیبان، نویسندگان، واقع‌نگارها، روزنامه‌نگارها، حقوقدانها، دکتر و طبیب و همه شخصیت‌هایی که امروز به علت کشور را ترک کردند توصیه میکنم و اونها را هم میدانم که خوب اونها میدونند که عمر ظلم دراز نیست و وحدت ما، اتحاد ما، همبستگی ما پایان دادن این ظلم است و رهایی کشور ما از این رژیم یا از این حکومت مستبد جنایتکار است. حکومتی که با جنایت سر قدرت اومده است و تا امروز طول 27 سال است که با جنایت میرود. یک نفری که اندیش است یا حبس کرده میشه یا بیرون از کشور کرده می شود. یک تاجری که دارا هست مال اموال گرفته می شود یا به ابد حکم ابد حبس می شود یا بیرون از کشور می گردد. یک طبیب، یک حقوقدان. پس باید بدانیم که اتحاد و وحدت ما همان در روزهای اول از مرکز استراتژی نزد پرزیدنت کشور خبر دادند که وحدت اینها، اتحاد اینها، قوت گرفتن اینها، تشکل اینها به صورت وحدت خطر برای ظلم و استبداد اونها است. پس باید ما شما این را خوبتر درک کرده باشیم و برای کشورمون، برای ملتمون، برای وطنمون، برای سرزمینمون گردی هم جمع باشیم و صدای عدالت و آزادی را در کشورمون و در تمام دنیا برسانیم. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از جمله دیگر سازمان‌ها و همکاری سازمان ایورج و دیگر سازمان‌ها
موفق شدیم در سال 2017 16 پرونده سازمان حیدرآباد و کمیته حقوق بشری سازمان ملل فلسطین و همچنین در سال بعدش پرونده زید سیدوف رئیس حزب اسلام نو همچنین بر سازمان پیشنهاد شد و همچنین خبر داد امسال پرونده بزرگمهر از این پلیس ها ما احساس امن ولی در پلیس تاجیکستان این است، این پلیس تاجیکستان است، این عملکردهای پلیس تاجیکستان است. پلیس تاجیکستان با این درها مشغول است. و جبران اینها را میگوید پلیس، حاصل شود. اینها هستند پلیس، آنهایی که پلیس های تاجیکستان هستند. مردم تاجیکستان را مردم جرم می‌سپارند، مردم قتل می‌کنند، آنها پلیس نیستند. تغییر هستند، آنهایی که شکنجه می‌کنند، آنهایی که می‌کشند، آنهایی که می‌کنند و این ترتیب مردم تاجیکستان را می‌بخشید، بیگناه را همچنین یادگاری می‌کنیم آنها ظالم هستند. شکنجه در تاجیکستان برای پلیس‌های تاجیکستان یک مطلب نقصی عادی شده است. آنها هر کسی را خواهند می‌کشند، هر کسی را خواهند بوغی می‌کنند، هر کسی را خواهند از آشوب کردن می‌ترکند، هر کسی را خواهند از دار می‌رسانند، هر کسی را خواهند باید جنایت‌های ضد بشری شکنجه و این صدی‌های صادر کردن می‌گذارند. لیست مجلس می‌گردند و این چنین اعضای خانواده و نزدیکانشان از حد دریافت ویزا و کشورهای اروپای آمریکا ممنوع بودند برای این برادران را کشتند، از آنهایی که این برادران را قتل کردند و آنهایی که ظلم می‌کنند به خاطر و دفاع قابل یادآوری است که امسال حاکم رئیس بعد دولتی نظامی سیاسی بعد سرسیز باران نگاه می‌دارد. باید با آنها ارتباط کرده می‌شود. باید به تاجیکستان از این جهات جهات را حمایت می‌کند. برادران از این مادر بسیاری بزرگی تاجیکستان خبر دارید. زندان بار رحمان فهم هر کسی را خواست می‌کند، هر کسی را خواست می‌کشد. گرفته باید زندان و هیچ چیزی دیگری می‌توانند ایران‌داران ایرانی آنهایی که ما را می‌بینند، آنهایی که برای به تاجیکستان به طرف نیستید، به طرفی از به طرفی با این ظلم، از به طرفی با این کشتارها، از به طرفی با اشکی مادران می‌ریزد، از به طرفی ما برادران کشته می‌شوند، از به طرفی ما یک چنین تظاهراتی برگزار می‌کنند و مردم عمان هم خصوصا مردمی هستند که تجربه تاریخ جنگ جهانی و دوران هیتلر را دارند. با این تاریخ امروزه ما برایشان زیاد بهانه نیست. و این مشاهده این حالت‌های مهم این فضا ما را به یاد دوران هیتلر و مداران امروزه تاجیکستان زمامداران یادآور می‌کند و حتما آنها هم همدلی و هم نبینید که در آفادان کیا می‌گذارد، نبینید همسایه شما خبرنگار می‌کشد. اینجا مصاحبه ها و مصاحبه زیاد هستند که حتما در رسانه‌های علمی دماغ‌های ترسی که در مورد براشون ارجاع دادن و این تصواری که کنم میبرم به خاطر قدرتم به خاطر سلطنتش از حکومت‌های مالی پرهیز بکنند چون این جوان مردان نگهه با جوان مرد برو نظارت کردیم برو کس داره رشد فرهنگی دهات نمیدونم یا این سرمایه ها این بچه ها این برند ها از همین خاطر
تحسین از حکومت آلمان امنیت شما میدونید که چند ماه قبل آلمان چون حکومت هلند یک طرح پیشنهاد جهانی اروپا باشد و ما با کشته شدن بهترین فرزندانی کشته شدن بهترین فرزندانی میلاد صدقه شدن بهترین فرزندانی خلاصه از حکومت آلمان طلب میکنیم که دوستان عزیز هموطنان گرامی بشری و حقوقی دانند و شکنجه و همچنین قتلی که در زمان صورت گرفت مثل وزیر داخلی و وزیر امنیت داستان کل همه اینها را به لیست مگنیتسکی جهانی بگردانند و فشار بولید برای ما رای آزادی رای فردایی فردایی بهتر بخاطری مادر پدر بخاطر فرزندان خود جانمان باقی خواهیم گذاشت وگرنه بخاطر آینده ها بخاطر این فرزندان ما و این زندگانی بگناه ما یک ظلم بزرگتر و بیروز خواهیم گذاشت که آنها با قربان شده آنها قربان شده نگذاره رفتیم ما اومدهیم قربان رژیم رژیم قربان رژیم خانوادگی بشرف السلام علیکم هموطنان عزیز بینندگان گرامی از آن نفرانی که امروز در میتینگ اشتراک دارند آنهایی که امروز برای آزادی هر یک محبوسین سیاسی در میتینگ اشتراک دارند از نام خودم و از نام خانواده ام و از نام آنهایی که امروز در زیر ظلم این حکومت و این حکومت خودکامه قرار دارند تشکر میکنم از همه شما عزیزان قند از همه شما بازم تشکر میکنم. بعد هموطنان عزیز ما باید برای هر یک حقوقهای خود از حق خود برای که بر ما ظلم میکنن باید دفاع کنیم و از حق و حقوق خود طلب کنیم. بازم هموطنان عزیز تشکر زیاد برای آنهایی که در میتینگ اشتراک دارند و صدای خود را بر حکومت و بر ظالمین بلند میکنند. هموطنان عزیز آزادی برای بزرگمهر یاروف، آزادی برای زید سعیدوف، آزادی برای محمد علی حید، آزادی برای تمام محبوسین سیاسی و آزادی برای تمام ملت ما. تشکر زیاد از شما هموطنان عزیز. خدا یار و نگهبانتون. It required the government of Tajikistan to fulfill the request of the United Nations Human Rights Committee to release without any conditions the chair of the creation of the new Tajikistan party, Mr. Zaid Saidov, the deputy head of the Islamic United Party of Tajikistan, Mr. Mahmoud Ali Haidov. It meant the Tajik authorities to shed light on the fate of the blogger Inson Odinayev, who was kidnapped in 2015 in St. Petersburg, who, according to sources, was seen alive in the basement of the security forces of Tajikistan. The Honorable Ambassador of the Republic of Tajikistan to the Federal Republic of Germany will convey our opinions and our demands to the leadership of Tajikistan, especially to the head of the country,
دوستان عزیز ما دوستان عزیز همکاران عزیز در این جماعت ما بیشتر از 300 نفر در این جماعت حضور داریم و این همه جوانمردها، این همه خواهران، برادران، همه این نفرانی که امروز در اینجا جمع آمدند و باز ما که جمعی خود را در نزدیک پارلمانی آلمان ادامه خواهیم داد و قسمت دوم برنامه ما در نزدیک پارلمان آلمان ادامه می‌یابد و فعلا باید کم شد که جمعی را به پایان می‌رسانیم و نسخه بیانیه را با زبان تاجیکی در نزد سفارت می‌گذاریم. اگر آنها می‌خواهند، اگر آنها احترام به قانون تاجیکستان دارند، احترام بر این ملت دارند، باید بیانیه را از دست ما گیرند. آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی، 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 آزادی به تایید، آزادی، 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 آزادی به محمد علی حیی، آزادی، 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 آزادی به سکنیریان، آزادی، 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 به ملت تاجیک، آزادی، 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 و تمام محبوسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، آزادی، 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 و تمام محبوسان گروه سیاسی 24، آزادی، 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 و تمام زندانیان سیاسی، آزادی، آزادی، آزادی. دوستان ارجمند، بینندگان گرامی، این گردهمایی ما آخری کار نیست. من باوری دارم قدم به قدم، قدم به قدم ما این قدم های ما به دوشنبه خواهد رسید. این بچه‌ها که جمع آمده به اطراف اینها هزارهای انسان جمع آمد، ما به ده‌ها، به صدها، به میلیون‌ها شخص مبدل خواهیم شد و ملت تاجیک را، ملت مظلوم تاجیک را از ظلم 27 ساله اولاد و خانواده رحمان آزاد خواهیم. و در همین جا تظاهرات امروزه را در شهر برلین در این امروز گردهمایی خود را پوشیده اعلان می نماییم. گردهمایی ما امروز با حضور بیشتر از 300 نفر به انجام رسید و گردهمایی ما باز در شهر برلین در نزد سفارتخانه نزد پارلمان آلمان ادامه خواهد یافت و این گردهمایی ما بخشیده به 70 سالگی اعلامیه حقوق انسان بود. خدا نگهدارتان باشد دوستان و بینندگانی که ما را همراهی کرده و ما را دستگیری کرده. برای هر یک قدم باید تشکر می‌کنم. برای آنهایی که آمده، برای همه خواهران، برادران، دوستان، عزیزان، از راه‌های دور آمده، برای هر یک شما تشکر می‌کنم. برای خیرتتان و صورتتان تشکر. به حضور 10 نفر بیانیه را با زبان تاجیکی نزد سفارت تاجیکستان ببرید. خواهش می‌کنم که با من
همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مرده که از تیری عدو دارد جراحت ها ولی چشمانی بیانش نمیبینم وطنداریست پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش همان جمع پریشانش نمیبینم وطنداریست وطنداری 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 دوست باشید اتفاق باشید شکرانه علم سرزمین کنید شکرانه علم دولت کنید شکرانه کنید که چونین وطن عزیز محبوب دارید اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید دل خالی ز ارمانش نمیبینم وطنداریست فدایی را شکایت هجو از باریگرانش نیست زی عمری خود پشیمانش نمیبینم وطنداریست همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویم همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری 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 روانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و با دشت و با دامانی تو
به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر میکنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردن و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. بهر برگ تاریخی زرین تو به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشان تو به خوجانت قسم، به پیرانی با علمکانی حیات به فردای نسلی جوانت قسم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. این کشور مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمانهای کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمانهای خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شان تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر با کیزت، بجانت 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 قسم، به هر برگ سرخی گلی لالت، به آرمانی خوش خفتگانت قسم. که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. قسم قسم به نامت ای وطن، قسم قسم به نامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد.
ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. ای وطن جانم به قربانت به هجرانت قسم، بحر مظلومان و بر اشک یتیمانت قسم. ظالمان رحم نکردند بر جوان و پیر تو، لالسان جامه به خون بر شهیدانت قسم. مردمی بیچاره ات با درد و رنج بیشمار، بر غم بیچارگان و مستمندانت قسم. هرچی را زیبا ببینم در دیار دیگران، یاد من آید ز تو بر دشت و دامانت قسم. سوز درد من ز دردت تا ابد دارد دوام، تا که جان دارم به تن بر سوز هجرانت قسم. حیدری خواهد ز یزدان تا ز لطف بیکران، بیندت آباد و خوش بر شاه مردانت قسم. می کنیم آزاد خاکت زین پلیدان خبیث، می کنیم آزاد خاکت زین پلیدان خبیث، بر همه بیچارگان و اشک پیرانت قسم. شد بیدار ننگ و ناموس جوانان وطن، بر همه محبوس های بیگناهانت قسم. می رسد آن روز که بینم خنده را بر مادران، بر صدای پای آن اسپان تازانت قسم. نوعروسان را ببینیم در کنار شوهرش، بر همه آن گریه های بی‌وزن هایت قسم. من گذشتم از تمام مال و ملک خود برایت ای وطن، با همه آن کمبغل های جوانانت قسم. گم شود ظلم و ستم از سربازان وطن، با همه شبهای بیداری سربازت قسم. می بوسم من خاک سرحدهای پاکت ای وطن، بر همه آن افسران و نوجوانانت قسم. پرچمت را بالا خواهیم کرد یک بار دیگر در آسمان، بر همه رنگهای سرخ پرچم پاکت قسم. گوش کن ای افسر و سربازی با ایمان ما، تیر نگشایی برای ملت رنج دیده گریان ما. گر تو بگشادی این تیر اجل بر ملتت، بر تو هم خواهد رسید این تیر مرگ از ملتت.
هر کی بشنید بعد از این گوشهای خود را کر کند، یا که ظلمش را به ملت روز و شب بیشتر کند. میرسد روزی که تنها ماند از تو یادگاری سر کند، همسرت با طفلکانت خنده را کمتر کند، عکسهای کهنه‌ات را مادرت بوسیده با اشکان چشمش تر کند. ای وطن تو صبر کن، ما میرسیم بر کمکت، بر همه نامهای پاک خالق جانم قسم. ای وطن جانم به قربانت به هجرانت قسم، بهر مظلومان و بر اشک یتیمانت قسم. ظالمان رحم نکردند بر جوان و پیر تو، لالسان جامه به خون بر شهیدانت قسم. مردمی بیچاره ات با درد و رنج بیشمار، بر غم بیچارگان و مستمندانت قسم. هرچی را زیبا ببینم در دیار دیگران، یاد من آید ز تو بر دشت و دامانت قسم. سوز درد من ز دردت تا ابد دارد دوام، تا که جان دارم به تن بر سوز هجرانت قسم. حیدری خواهد ز یزدان تا ز لطف بیکران، بیندت آباد و خوش بر شاه مردانت قسم. می کنیم آزاد خاکت زین پلیدان خبیث، می کنیم آزاد خاکت زین پلیدان خبیث، بر همه بیچارگان و اشک پیرانت قسم. شد بیدار ننگ و ناموس جوانان وطن، بر همه محبوس های بیگناهانت قسم. می رسد آن روز که بینم خنده را بر مادران، بر صدای پای آن اسپان تازانت قسم. نوعروسان را ببینیم در کنار شوهرش، بر همه آن گریه های بی‌وزن هایت قسم. من گذشتم از تمام مال و ملک خود برایت ای وطن، با همه آن کمبغل های جوانانت قسم. گم شود ظلم و ستم از سربازان وطن، با همه شبهای بیداری سربازت قسم. می بوسم من خاک سرحدهای پاکت ای وطن، بر همه آن افسران و نوجوانانت قسم. پرچمت را بالا خواهیم کرد یک بار دیگر در آسمان، بر همه رنگهای سرخ پرچم پاکت قسم. گوش کن ای افسر و سربازی با ایمان ما، تیر نگشایی برای ملتی رنج دیده گریان ما. گر تو بگشادی این تیر اجل بر ملتت، بر تو هم خواهد رسید این تیر مرگ از ملتت. هر کی بشنید بعد از این گوشهای خود را کر کند، یا که ظلمش را به ملت روز و شب بیشتر کند.
میرسد روزی که تنها ماند از تو یادگاری سر کند، همسرت با طفلکانت خنده را کمتر کند، عکسه های کهنه‌ات را مادرت بوسیده با اشکان چشمش تر کند. ای وطن تو صبر کن، ما میرسیم بر کمکت، بر همه نامهای پاک خالق جانم قسم. آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. هر برگ تاریخی زرین تو به نام آورانی زمانت قسم، به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم زرفشانت قسم، به پیرانی با علمکانی حیات به فردای نسلی جوانت قسم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. این کشور مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمانهای کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این کشور از ملت آرمانهای خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم،
بهر نالت و آرمانی. ما اعلامیه خود را به تمام جهانیان رسانیدیم و الحمدلله در این اعلامیه خودمون آن را با چند زبان ترجمه نمودیم تا اینکه برای تمام عالم این مسئله یعنی که روشن باشد و امید داریم که این را تمام جهان و آن چیزی که ما می‌خواستیم یعنی همون خیل اونا قبول کردن و چهره اصلی این حکومت تاجیکستان را آنچنان یعنی که قبول کردند و پذیرفتند. در مورد آن مسائلی که در کشور ما میگذرد همگان از حالت وخیم ملت آگاهید و میدانید که چه حالت‌های بر سر آزادی شخصانی که آنها با دیدگاه و عقاید و مسائلی که میخواهند در کشور بعضی یعنی تغییرات و بعضی چیزهای وجود داشته باشد که آن با منفعت این ملت باشد، این مسئله برای حکومتداران ما خیلی یعنی وخیم و وزن‌تر است. از این خاطر آنها زیر میله‌های زندان قرار میگیرند. من نمیدونم صدای من نیست نشد. و در مورد اینکه ما خواسته باشیم آن هدف‌های اساسی خودمون در این تظاهرات یعنی که برای جامعه جهانی گشتد نماییم و برای جامعه جهانی ما باید خوب فهمانیده باشیم که ما در یعنی که قبال کی و در مقابل کی ایستاده ایم، ما در مقابل کی ما را به این مشکلات صنعی وارد نموده است که با پیکر این ملت و بیش از 2 میلیون تاجیک بیرون از کشور قرار دارند و در حالت تنگنا و وخیم ملت از نگاه عمومی از نگاه یعنی که حالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دینی و همه یعنی که پسترین حالت ملت را قرار دادند، ولی باز هم این ملت دارد نفس میکشد و چنانه که خوب میدانیم امروز روزی است که روزی یعنی که 10 دکبر سال 1948 اعلامیه از طرف یعنی که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قبول شده بود برای حقوق بشر و ما هم در این روز این یعنی که میتینگ را انجام دادیم که این دلالت کننده بر آن است که برای تمام جامعه جهانی آگاه کنیم که ملت تاجیک در چه حالتها قرار دارد. البته ما با توصیه های ملل متحد که توصیه نموده بود به حکومت تاجیکستان برای رها کردن تاجر موفق و یکی از شخصیت هایی که مبتکر مؤسس حزب تاجیکستان نو بود، البته با تهمت های یعنی که دروغ و یعنی که بافته وارد زندان گشت و این چنین ادوکات بزرگمیریارو البته این توصیه براه هست یعنی که این توصیه دارد میتید، ولی در مورد توصیه های این شخص ملل متحد حتما به تاجیکستان فرستاده بود و مهلت های همهشون به پایان رسید و این خودش دلالت بر آن میکند که حکومت تاجیکستان اصلا به یگان یعنی که مقررات و چارچوبه هایی که از طرف جامعه جهانی یعنی که نشر میگردد برای عملی کردن آنها حکومت یعنی که را وادار میکند که همچون عضوی اون باشد. البته حکومت تاجیکستان هیچ یعنی که با اونها پایبندی ندارد و این خودش دلالت کننده بر یک حکومت دیکتاتوری و یک حکومتی که اون چی است یعنی اصلا با اون چیزی که خودش میخواهد با اون چیزی که یعنی که خواهشات خود شخص اول کشور هست با اون یعنی که عمل میکنند و مردم در نزد اینها با مانند یک توده هستند که هر چی کاری که خواهند بر آنها میکنند و مردم باید تنها و تنها یک سخن داشته باشند
آن هم پیشوای ملت زنده بود، پیشوای معظم ما، پیشوای نمیدونم چی ما، اساسگذار صلح و وحدت ما، ولی نمیدونیم که اساسگذار کدام صلح، اساسگذار چیه، یعنی که نمیدونیم که ما یعنی که این مرد اساسگذار چی باشد. ولی مهم این است که حکومت تاجیکستان چهره اصلیش در نزد تمام جهانیان یعنی که شناخته و معلوم گشت که چگونه حکومتی است که ما فعلا یعنی که در آن زندگی داریم. و البته این روزهای شوم و سیاه امید داریم که اثر این ملت یعنی که دور میگردند و ملت تاجیک با آن روزهای خوب و با آن روزهایی که بتواند هر یک شهروند کشور آزادانه آنچه میخواهد و آزادانه آنچه که یعنی که برای خود و برای عائله خود و برای ملت خود و برای وطن خود میخواهد انجام بدهد، یعنی که آزادانه اون سخن گفته بتواند. و البته اون روزها خیلی نزدیک است. غدا لناظره قریب، چون که میگویند فردا برای شخصی که اون انتظار است نزدیک است. وقتی که فردا برای شخص منتظرش نزدیک است، پس برای ما که تمنای آزادی این ملت داریم و برای ما که تمنای آزادی زندانیان سیاسی را داریم، ان شاء الله که نزدیک است و برای فردای نیک، برای فردا و برای آینده‌ای که در آن درخشانی و درخشش این ملت را انتظار است، از الله امید داریم. و ان شاء الله این بیانیه هایی که ما در بیانیه‌ای که ما نشر نمودیم تظاهرات کنندگان در نزد سفارت آلمان و این با چند زبان البته ترجمه شد، فعلا با زبان‌های انگلیسی، با زبان روسی، با زبان آلمانی و این چنین با زبان فرانسوی، فعلا با این 5 زبان معروف و ان شاء الله با زبان عربی هم نشر می شود برای دولت‌های عرب، تا اینکه با این حکومت دیکتاتوری و مستبد و خودکامه و جبار و ظالمی که بر سر این ملت پنجه‌های آهنین خودش نرم دارد تا دیگر یعنی که این و این اقدام‌های خودش یعنی که بیشتر و این ظلمش دامنش گسترده‌تر نکند. و ان شاء الله با تمام زبان‌هایی که مردم اون را میفهمند نشر کردیم و ان شاء الله با سفارتخانه‌ها و همه کورپوس‌های دیپلماتی دولت‌های دنیا ان شاء الله اونا یعنی میرسونیم و امید داریم که آنچه ما ملت تاجیک در این میتینگی که گذشت بیان کرد و در اونجا سخنرانی نمودند و در اونجا شعارهای دادند و در اونجا در دست عکس‌های داشتیم و اینها همه دلالت کننده و نشانگر آن است که این ملت دیگر به جان خود رسیده است. دیگر نمیشود این ملت را بترسانید که ما شما را 8 سال زندانی میکنیم یا زندانی میکنیم. برای ما دیگر همش یک است، یعنی هیچ مشکلی دیگر نداریم. زندانی 8 سال میکنیم، اون 28 سال میکنیم، اون اگه تو 28 سال 29 سال زندانی کردی بزرگوارا. ما دیگه هیچ فرقیت نداریم که یعنی که با چند سالی زندان ما را متهم یا که اتهام با زندان میکنید. و همچنین همه ملت آهسته آهسته بیدار شده است و میفهمد که حکومت تنها و تنها در نزد دستی یک عائله قرار دارد و آنچه که این مرد اهریمن و این مرد بدگوهر میخواهد یعنی که چنان میشود. خوب امید دارم که آن پیکتی که تظاهراتی که امروز ما در یعنی که آلمان انجام دادیم مفید و یعنی که در خوری جامعه ما باشد و جامعه جهانی شخصیت منفور و دیکتاتور و ظالم و مستبد چون امام علی را خوبتر میشناسند و البته چنین اقدام‌های خودمان را تا اینکه طلبات ما آنچه که طلبات مقرره هر یک شهروند عادی هر کشور اروپایی و هر یک کشور آزاد دنیا است، ما چنین مبارزه‌های سلمی خودمان در آینده هم انجام میدیم و این آغاز کار و این آغاز آنچه که در این مسئله و در این راستا ادامه داشت و ادامه دارد ان شاء الله بوده است و در آینده نزدیک اگر حکومت و طلبات‌ها و آنچه که ما همچنین یک شهروندان عادی و آزاد کشورمان طلب میکنیم در این مسئله دیگر حکومت تاجیکستان نباید که خاموشی را اختیار کند، نباید اینکه به این مسئله ها با ما با یک دید یعنی که بفهماند که گویا که اگر شما میتین کردید یک کامپیوتر با 500 نفر در نزد سفارت آلمان برای ما دیگه این یعنی نمرها و این تاکتیک های شوم و سیاه دیگه نمیگذرد.
هر کاری که میخوای کردن بگیر، ولی ما هم طلبات قانونی خودمون انشاءالله که ادامه میدیم تا اینکه هر زندانی کشور یعنی که آزادانه یعنی که از در کشور خودمون زندگی کنند، و مانند زید سعید، و مانند محمد علی حید، و مانند بزرگمهر یاروف. اینها نمونه های هستند که ما برای شما در این یعنی گرد همایی همچون یک یعنی دستاویز، همچون یک نمونه بارزی که حکومت تاجیکستان با مقررات و توصیه های سازمان ملل متحد یعنی که عمل نمیکند. و انشاءالله در آینده نزدیک عملکردهای را اگر و آن طلباتی که ما نمودیم حکومت تاجیکستان البته با آنها یعنی که ما را قناعت بخش نکند ملت تاجیک و شهروندان تاجیکستان، حتما ما با یعنی که یک سری اقدامات و عملکردهای انشاءالله میکنیم که آن دلالت کننده بر این است که ما از ظلم و از جبر و از ستم به سطوح آمدیم و دیگر در مقابل شخصی که 24 سال حکومت میکند ولی از او جز قتل، کشتار، بدرقه کنی، زندان کنی، تهمت کنی یعنی که از اون خیانت دیگر چیزی ندیدیم. ما باز ناشرمیده مقامات قدرتی فکرهای و شخصان معین در فیسبوک و در رسانه ها میبرن می‌نویسند که ما نمیخوایم تاجیکستان کشور امیری باشد. آیا شما خودتان فراموش کردگی هستید که تاجیکستان از همه کشورهای امیری تر است؟ کدام ساحه دولتی در دست شخصی بیرون از این عائله است یا افرادی که مناسبت قوی با این عائله نداشته باشند؟ پس قبل از اینکه یک سخن میگوید یعنی که باید که فکر کنید و باید که قبل از گفتن اون سخن یک کمی یعنی که پندار داشته باشید که اون چی میگوید و مانند بومرنگ دوباره بر سر خودتون برنمیآید. و هر کشوری که در عالم با خواست شهروندانش عمل نمیکند و اونسی که شهروندان برای خودشون یعنی که زندگی خوب میخواهند و سرقانون کشور هم اونو میخواهد، بهترین سرقانون دنیا سرقانون کشور ما است، ولی با یگان بندی اون این ظالم امام علی عمل نمیکند و اون یعنی که سرقانون کشور را به مانندی یک چیزی اصلا نادرکاره یعنی که تبدیل نموده است که اصلا یعنی که وجود دارد ولی وجود ندارد و تمام شهروندان یعنی که حقوقهای اونها باید که کاملا یعنی رعایت کرده شود، ولی اصلا امام علی و حکومت مستبد و ظالم او یگان چیزی را چی یعنی حمایت نمیکند و برای ظلم ملت باز هم بیشتر و بیشتر یعنی که ادامه داده ایستاده است. این خودش دلالت کننده بر این است که این حکومت جز یعنی که ظلم و جز فشار، جز قتل جنی دیگر برای این ملت چیزی را به ارمغان نآورده است و الکی وقتی یعنی که جواب گفتن به اون جنایت‌های انجام داده خودشان یعنی که حتما باید جواب بگن آن عمل‌های خشنی که در این مدت حکومترانیشان انجام دادن بدون پاسخ نگفتن به آنها یعنی اصلا امکان ندارد و پاسخ نگفتن اون یعنی که ملت و پاسخ نیاز دارد. ملت با آن جنایت‌هایی که شما انجام دادید در نزد این ملت باید حتما جواب بگید که اون هم محکمه عدل این ملت است و انشاءالله امید داریم که این آغاز کار است. ما امید داریم که این آغاز پیمودن این یعنی که یک چیزی مقرریه که هر یک انسان دارد ما اون شکستیم. ما دیگر آرام در مقابل ظلم و جنایت تو هرگز نباید باشیم و البته در مورد قتل های زندان دراک 3 شهر خوجند حتما باید اسامی اون اشخاص نشر گردد و عدد اونها 22-23 نفر هم نیستند و عدد زخمی شده ها هم خیلی زیاد است و همون خاطر باید که باید حتما با اون 6 نفر مقامات کارمندان وزارت عدلیه در شهر خوجند تو نمیتونید که قضیه را کاملا پوشانی و با از کار رفتن زارا تو نمیتونید که این قضیه را گویا که مردم دیگه یک جنایتکار وقتی که در وظیفه نشسته است وقتی از وظیفه سبکش کردی حتما باید به جوابگری جنایتی کشیده شود و برای سالهای طولانی 29 سال مانند که زید سعید زندانی کرده یا محمد علی حیدر همچنین یعنی که ادامه پیدا کند باید. خوب انشاءالله که
صحبت ما به آخر رسید و صحبت رو استافت رو با برادران دیگری خود یعنی که در این مسئله میتیم و البته با ما باشید تو اینکه این قضیه رو دنبال کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یافته در چی گپ میزنی؟ تلفن ده؟ نویستیش؟ ای وطن جانم به قربانت به هجرانت قسم، بهر مظلومان و بر اشک یتیمانت قسم. ظالمان رحم نکردند بر جوان و پیر تو، لالسان جامه به خون بر شهیدانت قسم. مردمی بیچاره ات با درد و رنج بیشمار، بر غم بیچارگان و مستمندانت قسم. هرچی را زیبا ببینم در دیار دیگران، یاد من آید ز تو بر دشت و دامانت قسم. سوز درد من ز دردت، بگو من اشارهش میکنم. با عرض سلام دوستان گرامی، اینک باز در خدمت شما هستیم. حاضر تظاهرات در آلمان به اتمام رسید و با صدور قطعنامه‌ای که 7 بند داشت و همه بندها دایر به زندانیان سیاسی هستند، میخواستم در 2 بند کمکک بیستم، یعنی یک بند جداگانه نسبتی گم شدن یا نسبت قسمت بلاگر تاجیک احسان ویدینایف و یک بند دیگری نسبت تحقیقی قضیه زندان قتل عام در زندان خوجند. و این خیلی مهم است که به این محترم تماشابینان دقت کنند که این 2 قضیه هستند که قضیه انسانی ناوابسته به موقع سیاسی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، حتی از خود مقامات سر کرده تا شهروند قطاری خواه در یگان سیاست داخل باشد خانه، این قضیه های انسانی هستند و مخصوصا دقت به این که و این 2 مسئله رو هرگز باید از خاطرمون نبریم و مخصوصا مسئله که اخیراً تکرار می شود، سحر گفتم باز تکرار می کنم که قتل عامی که در زندان خوجند صورت گرفت، اون تیر خالی کردن تیر بالای مردم بی سلاح، چگونه مردم اون نباشد، او جنایتکار باشد، او کسی نباشد، مردم بی سلاح بود. و علاوه بر آن که او مردم بی سلاح بود، او مردم امکان گریز از این تیر رو نداشت، چون در زندان بودند و از 4 طرف با سیمخور این زندان محکم بود. یعنی این مردمی که حتی امکان از تیرها خود رو کنار گرفتن یا گریز از تیر نداشتند. این خیلی این مسئله ها رو باید ما کسی که نباشه، بر ضد اپوزیسیا باشیم، بر ضد حکومت باشیم، جانبدار حکومت باشیم، ما باید چنین مسئله های عمومی بشری رو باید همه درک کنیم و همه پافشاری کنیم در همین مسئله ها. بگذار زندانیان سیاسی که عزیز
به نهضت باشد، از گروه 24 باشد، از دیگر گروه های سیاسی، بگذار آنها سیاسی باشند، دخالت نکنید. شخصانی که خود را سیاسی نمیدونند، بگذار دیگر مسئله هایی که به خش تبار مهاجران سیاسی که فشار در داخل میارند، بگذار این هم کارش پرابلمی همین خود سیاستمداران گریزه شده باشه، بگذار. لیکن همین دو قضیه که اونجا نسبت احسان آدینایف است که یک بلاگر، یک جوانی بود که از تریتور روسیه را بوده شد و تا به این روز خیش و تبارش نمیدونن که در کجا قرار دارد و دیگر این زندانیانی رو که به قتل رسیدند. و عموما اگر از روی انصاف نظر کنیم، همه یک بند این قطعنامه باید برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان دخل داشته باشد، چون که هیچ کسی کفالت دادن نمیتواند که هر یک ما دچار چنین مشکل با چنین رژیم نشوید و پگاه که یکی از شما با چنین مشکل مواجه می شود، پیدا نخواهد شد دیگر آدمی که از شما دفاع کند. تشکر از دقت. ما باید برای به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان تلاش بورزیم و من فکر می کنم که این یک نهضت مردمی که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام جمهوری های سابق شوروی، تمام خلق های سابق شوروی خاص بودن. همه اونها برای این تلاش کردند و امروز هم خلق های سابق شوروی، تمام جمهوری ها در همین مرحله قرار دارند، یعنی مرحله به دست آوردن استقلالیت دولتی و ایجاد یک دولت مستقل ملی. تاریخی زرینی تو بنام آورانی زمانت قسم به خطلان و بلخ و بدخشانی تو به خود جنگ و هم زرفشانت قسم به پیرانی با علم کانی حیات به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن. این کشور مال همه همین ملت است. ملت تاجیک دارد، ازبک دارد، روس دارد، قزاق دارد، ترکمن دارد، ملت کمونیست دارد، اسلامی دارد، ملت لایق دارد، دنیوی دارد، همه چیز دارد. هر کس که به مقابل آرمانهای کسی دیگر برای سد راه شدن اون کاری میکند یا نمیخواهد که این قشر از ملت آرمانهای خود را آزادانه تطبیق کنند در حیات، این دشمن این ملت است. وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرد و شعر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. بگنجی گوهر باری پاکیزت، بجانت 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 قسم، بهر برگی سرخی گلی لالت،
و آرمانی خوش خفتگانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن قسم قسم بنامت ای وطن قسم قسم بنامت ای وطن. ما اینجا نشستگان فرزند اوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود.